Assalomu alaykum Bobby Mirgan. Va alaykum assalom. Bobbyjon sozi tinchi? Shukr, bio. Now greh rafte, greh raft. Ki greh? Oxi namin berate megum oxi. Ma hayronum oxi. Oy hamin berate yak kamtar nasihat ki Bobbyjon. Hamidu bacho povisko vardı budan. Xo'p? Oxi boyad ki ayruy qo'ydi povisko vardan boyad biri hamu joyi da'vat shidiki boyad biri. درست اوخی نمیره این بچه گرفته اینه مو مجبور شدم خودم اومدم گشته سام همی که بفهمم چیه پای بگم خود چه ببینیم خودی شهر رو برو مصلحت کنیم چیه پای اوخی ولی بچه‌م اوخی مالش اگه شما دعوتنامه روی کرده بودین روی کرده بودیمش که بیا گفته این نرفته خب بابا جون چیکار کنیم یکی گوش که اینه بابی اختون مثال اودی ها این اختون بابی میرگان در همین دوره جنگ بزرگ وطنی خدمت کردین ها بچه‌م اینا همون شما روزی مدهیش با پیشی نظر آوردی اوخی مقصد که برای همین مادر وطن خدمت کردی نه البته این وظیفه هر یک جوان مردای بچه‌م درست آره بابی جان همین یگان جاتون کم شد خدمت کردی نه اوخی ها نه من هم ساعت وایز برای هم که میگم بابی جان هم قدر فاشیست بداد آورده من غلبه کردین تو حاضر خدمت شما فایده شما همین جامعه رسیده سای نه که همین نبیرت بگم اوخی رحمت بچه اینی میخوازی نم تو گریخ رفت بابی ندیدم ولی گریخ رفت اینم میتونم میگم میشه بریم کلیشه صحبت کنیم بابی و البته میشه و بیا بریم رفتیم خودت ای نزدیک این همین قطعش صحبت کو اوخه همون باید یا جویا میخون ها معلوماتی اولی میگیریم ها یا خدمت میرم البته باشه این وظیفه باید صاحب علم باشه باید یا به واسطه علم یا قوی بازو باید که وطن حمایه کنی بچم رفتیم یک جایی میفهمونیم شایجه بیا بچم بیا دختر ماه ای کلم لبای تقا جان لبای مهمان آمد شما دید سلام دختر جان لبای آخه کو همون بچی تو کجا ده میگرده در خونه خورو خورده است خونه ده خونه ده شید بچه ای پی کرد شو گوش که بچم اینا من نه این مرحمت خودت بده را قطعی صحبت که وظیفه جوان مردی رو بفهمون شا که در آینده من خودت واره یم خیلی یک جوان مردی نازنین شوا شید بابی جون خودم واره خدمتی وطن ادا کنه شید بابی موازی خیلی یا صحبت کنه بده را بچه که تسیز بخیر السلام علیکم دادر جان سازی؟ چیکار کار هستی؟ ماما خلدوشم ماما خورد هستی؟ ماما تا تستر بخوا 2 ساله تای میری سلام چی شما دروید گفتم نمیفهمید دروید کیه؟ سلام علیکم رفیق سر دختور سوز هواشی خوبه کرو خوبه آتینده رحمت این دست من نلرزونه؟ دستم خودش میلرزه بشینه خواب بیا بشینه؟ این دستم خودش میلرزه رفیق سر دختور همین خواب او وقت در خونه همین عصبان ویرون شده که یک دستم تنتون چخیده ایسته؟ خواب همین کو همین خونه ده یک از گازانه یک از جا چیگه عصبان میبردن میزنن دیول پیول چاپا میشن چکو کنم اخی نه رفیق سر یکون تاوبت یکون دورو یکون چیزه اخی اینجا داشتی؟ اینجا اینا رفیق سر دختور طرف من خم شد طرف من خم شد دست نکنو خیلی خم شد این خیلی اشته خب این خیلی کدام عصبای شما ده میفره؟ میفره اشته اما چون اشته ایشه پیشتر بیایی ایشه همشیره لبای سر دختور ملاتوک هست یک گلمخی کلام بگی بیا حاضر رفیق سر دختور گلمه خود چکو میکنی؟ گوش کن تو در جان
این عصبای تو تا قلمیخ نزنی که سوزان نمیشه. تو پوش کنی لباساتا؟ این خونی من نیسته؟ نه بابا بر وقتر نگفتی؟ من طفلم رو در بیره کشیدم پالو خیلی خونم میرم. این دوگانم کجاشی دیر کرد؟ های 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 تو چی ای های میترسی؟ نه 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 این زور بابی این زور بابیو بابی جان لبای اینا میرو مهنت کرده سختی ها هویا های سختی ها همین ریا فکر نکده که اکملیاتر بمانی همین خودش گفت رفتم اونا میگیره اکمولاتور بچسبونیم خودش های بخره ها خودش های بخوره برو بیا ها ابا اکمولاتور که چسبوندی ایده دوی گتل در کرای وو دوی گتل با بروی چی ای تو چو میکنی های و اکمولاتور ها بای دختر دیده سی دیدم چه انا بچم برا دلی بای دختر بیا زندگی تو آواد کن فهمیدی؟ فهمیدم چی بگم شا؟ برا اول با ادوانو سلام بته انا بعد اخی نومشو نمیدونی یا نومی خوشروک که بگو که محقول شوشه فهمیدی؟ شیت یا ترمز کو رازی ترمز کو انا شیت بدم خالی هندویش به زیر سایه سرویس من آهوانی چشم مستش را چوپانی میکنند وان دیگر خالی که میبینی چو در کنج لبش زنگی کنی شکر را پاسبانی میکنند السلام علیکم گلماهی خالدارک و علیکم بر سلام لقماهی برودارک خیلی بلیتور هم که گرفتیم خداوند نصیب گردوندن خدا خواهد پگه سهر میریم نصیب باشه سهر بر وقت سهر بر وقت که همون بر وقت رفتن دیر نمونیم در همون ایروپورت چکنیم بر وقت رگیستر کنیم برای هم میگم که وقت من بسیار نگیریم رفته برین خونه تونده ارزق پرچه کنه کلچه پلچه من خونه میرم من میرم تیار میبینم کلچه پلچه میکنیم تیار میکنیم ارزق برای او غریب بچه‌ها رو کلچه پلچه بودن هک زکاس کردنده گفتن که ارزق کنه کلچه پلچه بیارین هک برای هم بچه‌های غریب دستویز ببرین دکو خش مود برای کار مال خیر کسادی دام نازمونی مال خداوند نگهبانتون برای کار سر میبینی خوب مال کسادی خوب مال شو رفت نه زنا جان آفرین بلیط هم گرفتم ساعت چنده؟ ساعتی 6 سحر 6 سحر چی میکنم گوش کن جان من خو میرم کمتر دام میگیرم شما ارزق کنید کلچه پلچه کنید کمتر بسیارتر کی وجود بچهای غریب زکات کردن که نونی وطن بخریم ارزق وطن بخریم مایلا مایلش واه این مردک بخی خود مونده می این بیلیتی تو ساعتای 6 بود ساعت 8 شده سمایلات پرید رفت تو دیر موندی
ای زنکه بلیت دستی مده سمالات به ما کجا میپرم دری راحت نشینم خانه سازم با موی های سیاه دشانه سازم با موی های سیاه شانه رنگه خود را بهتر از این بگانه سازم بهارم میشکوفد در نگاهت در نگاهت زنکی من یک تایده همین خداوند همین تره برای من یک تا آفر دیگه تو بهترینی تو مادر فرزندای من هستی تو اصلی من هستی تو جیگری من هستی من برای تو میمرم من به تو زندگی کردن نمیتونم زنک جانه تو یک تایده یک تایی مردک لبای میگو مایمی اوتام یادسم بگیرم و تر حج روی کنیم حج رای کنی ای یک تیده زنک جان اگر ای کار کنی به هیچ تا خود میکنی به هیچ تا تلفن تو برار زنگ بزنیم شا اوس بیا زنک جان اوس بیا میمردم شوخه میمردم شه مرحمت مردک او میگو مای حج اومدن تم 3 ماه شید ای همی پیش ای حج رفتن ای کم مهربانی میکردی زنک جون میگفتی اصحاب میگفتی جیگر میگفتی بعد ای حج اومدن دیگه تماما مهربانی نمیکنی ای زنکی ساده همین آدم که حج رفت اومد دیگه هیچ وقت دروغ نمیگه